بزرگان ما میگن که دین نصیحت است. منظورشان چیست؟ این گفته از گفتارهای سلطان سخن حضرت محمد صلی الله علیه و سلم است. یعنی حدیث شریف است. بله. راههایی که به جنت منتهی میشه با مشکلات، رنجها، گرفتاریها و نگرانیها احاطه شده. راههایی که به جهنم منتهی میشه چطور؟ او راه هم پر از چیزهایی است که به نفس انسان خوشایند میباشه و به خاطر اشباع خواهشات نفس هیچ مرز ممنوعه را نمیشناسه. پس نصیحت در کجای راه ها قرار دارن؟ دقیقاً در وسطش. انسان با مبارزه با موانع مضره‌ای که صد راه کارهای خیر میشه به تجدید و تازه شدن ضرورت داره و این انگیزه را هم نصیحت به وجود میاره صالح. پس برای کسایی که گرفتار فرجام زشت شدن شنواندن حقیقت با هشدارهای دائمی نصیحت گفته میشه. همونطور که انسان خودش یک موجود ناب و یکتاست، در بین کل هم خاص است. به همین شکل به تعداد انسانها راهها و شیوه‌های نصیحت وجود داره صالح. کافی است که نصیحت کننده نصیحت به خاطر رضای خداوند انجام بده، توقع چیزی را از مخاطب خود نکنه و درد اشتباهات در عمق وجدان خود حس بکنه. اگه مخاطب گوشه خود بسته باشه باز چی؟ دچار توهم شده باشه که گویا از طرف خداوند و فراموشی سپرده شده. هر معدن از خود یک راه استخراج داره، به شرطی که زحمت به خرج داده شود. اگه باز هم در اشتباه خود پافشاری کنه؟ پافشاری در نصیحت خیلی مهم است. کسایی که به خاطر اصلاح دغدغه نصیحت دارن نباید جهدشان کمتر از کسایی باشه که در کار خطا اصرار میکنن. این چطور خواهد شد؟ آیا میفهمی که پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم به دشمن جانکاه خود ابو جهل چقدر نصیحت کرده باشن؟ حداقل به اندازه نصفش صورت بگیره. اینطور معلوم میشه که بر ما باز کنم وظیفه است. وقت راه حق، اصول، نصیحت و هدفم انسان باشه همیشه یک امیدواری موجود است. رودای تازه نماز داشت برآمده، علکی خلاص شد. سینا بیا اینجا، الهی در غضب گرفتار نشی، تا حال نان نخوردی. مادر جان چند دقیقه بعد میایم. بگی بیادر آوردی؟ مگم پیسیش همی حالا برم بدی. بسیار محتاج به نظر میرسن. محتاجین ظاهر علایده‌ای دارن. شناخت اونا زیاد مشکل نیست. آیا محتاجین هم هستن که دیده نمیشن؟ بهتر است بگوییم که محتاج بودن خود نمیفهمن. دنیای قلبشان فقیر است. در هر دو حالتش فقر شاید خیلی مشکل باشه. فقر از جانب خدا دانستن بسیار خوب است. اگر انسان فقر از جانب بنده ها فکر کنه، او وقت فقر بسیار مشکل ایجاد میکنه. کلش نمی قبول دیگه ندارم. صالح، این دو کلیر خوب نگاه کن، گمشان نکنی. یکیش از دکان است و دیگه تو چی گفته رئیسی؟ چرا پیسه منو نمیتی؟ کدام پیسه؟ من با کسی پیسه نمیتم. عاجل باید امبولانس بخواهیم. ما امبولانس خواستیم، تو فقط کار ده بگی. کار ده؟ پلیس خبر کنه. سلام علیکم. سلامت باشه. زنده باشه. تشکر، زنده باشه. کدام چپ حرکت خالی است؟ مهربانی همین چپ حرکت منزل پایین خالی. تشکر. کالای تک جمع کردی بیا یک چای بندی کنه. سلامت باشید. سلام علیکم. علیکم السلام.
اسماعیل امروز نوبت توست که تشنابا را پاک کنی. حالا بخیز. اگه قلاق من دستی برو خودت پاک کن. تو را میگم بخیز. پس که دست تا سر مامر نکو. تو خودت چی فکر کردی؟ دلت هست اینجا باداری کنی؟ خوب فکرت بگی، مر مجبور نساز دلت بد کنم. تو کی هستی که دل مرا بد کنی احمق؟ تو تسبیح مرا کندی ها؟ تو تسبیح مرا کندی؟ عالم برش نشان میدم. حوصله کنی، حوصله کنی. دل خودم میزنی. عالم دلت بد کنی. با من خرز نداشته باش، فهمیدی؟ او تسبیح یادگار پدرم است. اگه یک دانش گم شود دلت بد میکنم، فهمیدی یا نه؟ اینه تسبیح. این خودت شده بود. جمعش کردیم. خیر ببینی زنده باشی. همانطور که گفتم این هم فرجام من شد. اگه به تنهایی کار انجام میدادم کمتر جزا میدیدم، اما وقتی 3-4 نفر شدیم دوستی ما را شامل جرایم سازمان یافته ساختن، نتونستیم یه خانه خود خلاص کنیم. یعنی اگه سازمان یافته نمی بود جرم محسوب نمیشد؟ نه اوتورام نیست، اما جزایم سنگین نمیشد. ولی در جایی که ما زندگی میکنه میره کسی جرم نمیگه. چطوری یعنی؟ باند است. تا موضوع باند استی باید کار کنی. فابریکه واره باید کار کنی. دیگر رقم زندگی کده نمیتونی. مردم میگن خداوند ما را فراموش کرده، ترکمان کرده. ما هم یک رقم خم خدا میخوریم. خداوند بنده های خدا فراموش نمیکنه. ببین کلگی زندگیشانو به پیش میبرن. فکر میکنی که اینا روزی میته و کمک میکنن. اگه جایی را که ما در اونجا زندگی میکنیم میدیدی اطور نمیگفتی بیادر، چون از ما زندگی نیست. پدر ماما موتور بود، ماما موتور شدم. بیادر خورد ماما موتور خود شد. کل ما در یک راه روان هستیم، کدام چاره دگام نداریم. آفرین، کارتان فوق‌العاده بود. حالا شما برین، باز ما و شما میبینیم. بیادر یک کم لوازم دارم، میخری؟ بله. چند لحظه پیشتر از دکان بکس لوازمم گم شد. درست مثل زمی بود. خوب است دیگه، بی مام سر وقت رسیدم. 100 لیره به تی از تو باشه. چاره چیست؟ میخرمش. برم گفتن که شاگرد میخواین. علی تو اینجا چی میکنی؟ مادر من چی؟ باز چی گل باو دادی؟ به خدا با تنگ آمدیم دیگه، حوصله بریم نمانده. این پیسا رو از کجا کدی؟ بکس لوازم مرا که دزدی کرده بودن برام پس فروخت. این همون پیسه. تو آدم نمیشی ها؟ تو میخوایی که مثل برادر دو گوشه زندان بپوسی؟ الهکو مادر، اوگارم کدی الهکو. خداوند جزایت بته بخواستم گرفتار شوی. این نفر دروغ میگه مادر، دروغ میگه. تو چی رقم اولاد هستی؟ ببین اینجا نامم نوشته است. سالی برادر، بسیار معذرت میخوایم. پیش سالی برادر برای ما برو نموندی. چطوری کار بدتو جبران میکنی؟ بگی. اجازه بتین که پیش شما کار کنه، آدم شوه، کس بیاد بگیره و شما دین خدا ادا کنه. چرا نه؟ 1000 دفعه. سیسته علی؟ گوشتش از شما، استخوانش از من.
گپ ما گوش کو، شوخی نکو. گپای خلیفه گوش کو. فهمیدی گپا؟ اوف مادر دیوانه ایم کدی. ما باید سر کار برم. سرم ناوقت شده. خداحافظ شما. بخیر برید. نامت چی بود؟ علی. علی. بگی. این کلیا پیش تو باشه. هر صبح وقت بیا و دکان واز کو. اطراف دکانم یگان ذره جمع جارو کو. بچش. علی میخوای کار کنه؟ چه خبه عقل است؟ مانده نباشین. اوه علی خوش آمدی. ما تو را یاد میکردیم. چی شد که تصمیم گرفتی کار کنی و آدم شوی؟ پیش مستری کار کرده پیسه دار میشی ها؟ نه لالا مادرم به زور شاملم کرد. خیر باشه. تو بیا اینجا بشی. مارا سایکو، اگه تو با خاطر ما یک کار انجام بدی ما برات یک کار میکنم. چه رقم یک کار؟ یک کار لاکس. اون نفر کلیه دکانه برات داد؟ کلیا را خدا. اما چی؟ نه که میترسی؟ من خود نمیترسم، اما او یک آدم بسیار خوب است. بعد از که ما بعد چی کار چی؟ تو روزگار ما رو نمیبینی که خودمون چی حال هستیم؟ اوگار تکه تکه. تو بازا میترسی. من نمیترسم لالا. چرا بترسم؟ سونما سایکو، تو بیادر اسماعیل هستی. باید لالای طوره باشی اما تو شجاع. فهمیدی گپا؟ فهمیدم لالا. بعض مسائل گذشته زمان خودش حل میکنه اسماعیل. چیزی که سر تو آمده میتونه به سر هر کس بیایه. ایره کسی مانع شده نمیتونه. ای بیادر، وقتی انسان سرنوشت نداشته باشه چندان امیدشان باقی نمیمونه. درست است، ولی انسان باید حوصله داشته باشه. حوصله تا بکی حوصله. پیش روی تا سایکو. تارا میگم تارا، مرا شانه زدی مزرعت بخوای. متوجه باش بچه. تو خودت متوجه باش. آرام باش اسماعیل، لا غلطی تکر کرد. مرا سایکو جوان، سبا روز محکمه ماست. به احتمال زیاد حبس ابد برم میتن. با ما چی که حبس ابد برات میتن؟ یعنی من چیزی برای از دست دادن ندارم. مقصد ما فهمیدی؟ بانش بیادر و هنوز طفل است. تو چرا قدر بی‌حوصله هستی؟ به خاطر چی حوصله کنیم بیادر؟ چیز باشه که انسان به خاطرش حوصله کنه. اگر ماواره یک زندگی داشته باشی نیاز به حوصله هم نداری. ما اینم تو تولد شدیم، یا نه از تولد به سرنوشت هستیم. هر نیکی انسان به نفع خودش است و هر بدیشان به ضررش. کسی که با دستمزد خود گذاره میکنه همیشه زندگی آرام می داشته باشه و کسی که از دیگران را غصب میکنه به ضررش تمام میشه. این با سرنوشت کارم ارتباط نداره. بچه چرا سر به خود را میری؟ با دیدن بیادرم کی میریم؟ هیچ وقت با دیدنش نمیریم. چرا؟ چون نمیخوایم رویش ببینم. بعد از او کارایی که کرد دیگه نمیخوایم او را ببینم. او چی کرده؟ کار را که باید میکرد کرد. علی برادر دزدی کرد. خی چی میکرد؟ کسی که در این محیط زندگی میکنه غیر دزدی دیگه کارم کرده میتونه. خی من چرا زحمت میکشم؟ من چرا کار میکنم و جان میکنم؟
به خاطر دو قران میری و ناز کرشمه مردم تحمل میکنی. حداقل خود روزی حلال به دست میارم. تو هم باید در فکر روزی حلال باشی. مثل برادرت نشو، مثل پدرت نشو. گپ من فهمیدی یا نه؟ ما پشت برادرم دق شدیم. ما پشتش بسیار دق شدیم. ما پشتش دق شده. مجتبی نوری، راشد یعقوبی، مصطفی عظیمی، وحدت رحمانی به محل ملاقات تشریف بیارین. روزا یک شنبه کسی با ملاقات تو نمیه؟ من خب برات گفتم ما را کسی یاد نمیکنه. کسی در قصه ما نیست. تو هنوز متوجه نیستی؟ ما در دنیا تک و تنهاستم و برای خود یک راه انتخاب کردیم و در مورم روان هستم. روز بخیر نوریه. بیا داخل. من مسجد میرم. یک واعظ نو آمده تبلیغ میکنه. گفتم تو رو هم خبر کنم. نه من ایام بهتر است. گوش کده چی کنم؟ بازم امو خرک است آمده. تو خو یک دفعه بیا. تبلیغاتی که میکنه حتما فایده داره. درست است. من پسان میایم. تو منتظر من نباش. درست است. من خیلی میرم. حتما بیایی. حتما. فعلا خداحافظ. حضار گرامی، دین نصیحت است. یکی از نمونه‌های نصیحت که در یاد انسان میمانه افتخارات است. در این طور روایات از اصل قصه کده بیشتر پیامش مهم است. یعنی قسمت از قصه مهم است. قصه تنها یک وسیله است. حالا میخوایم یک قصه را از طوفان نوح علیه السلام براتان نقل کنم. توجهتان به دو مورد جلب میکنم. یکی که پیامبران هیچ وقت خلاف وعدهشان عمل نمی کنن. اما حال قصه را گوش کنین. دومشم در قصه آمده که وقت طوفان نزدیک می شد به یک خانم اهل دل وعده داده شده بود که هم مواشی و هم خودش به کشتی سوار کنن. اما در گیرودار فراموششان شد. بالاخره طوفان آمده و همه جا را به هم ریخت. بعدش آبها فروکش کرده، خشکه ها به حالت قبلی خود در آمدن و خانمی که فراموششان شده بود به یادشان آمد. دیدن که او خانم در پای مواشیش که به چراگاه رفته بود کم گل میبینه. نه متوجه طوفان شده و نه متوجه دیگه گپا. توجه کنین. انسان ها فراموش میکنن، دوست ها فراموش میکنن، مادر و پدر هم فراموش میکنن، اما خداوند بنده های خدا فراموش نمیکنه. کسایی را که عاصی میشن و از اوامر سرپیچی میکنن هم از یاد نمیبره. روزیشان قطع نمیکنه، از اکسیژن محرومشان نمیسازه، نور از چشمشان و درمان از پاهایشان نمیگیره. این چی را تبلیغ میکنه که کل مردم محل سر خود جمع کرده؟ میگه که خدا شما را فراموش نکرده، دعا کنین. یک زن به نوح علیه السلام گفته که من از طوفان نجات بده، اما نوح علیه السلام او را فراموش کرده. بعد از او زنک حتما مرده نه؟ نه، بعد از حادثه وقت حضرت نوح برگشته دیده که زنک هنوزم در جایش است. تنها پای رمه که به چریدن رفته بود گلالود دیده، چون که خداوند او را فراموش نکرده بود. شما برش نگفتین که کل ما غرق هستیم؟ یک دفعه بال روزی مردم محله ببینه احمقا. مولوی صاحب،
قصه او زنکه طوفان نوح بود. تو به امروز سیل کو که کلی مردم فراموش شدن. کسی که فراموش نمیکنه فراموش هم نمیشه. هر وقتی که انسان خود فراموش کنه اصل فراموشی از او وقت شروع میشه. باز کلان مولوی صاحب، فراموش کردن خود یعنی چی؟ نمیبینی که ما صاحب خود هستیم؟ تو صاحب چی هستی؟ ضربان قلبت در دست خودت است؟ هوایی که تنفس میکنی از کی است؟ اگر نفس کشیده نتونی چی میشی؟ اگر پس بیرون کده نتونی چی؟ چی میشم؟ یک میکروب قوی تر است یا تو؟ در اثر یک ریزش یا سرماخوردگی کی به بستر میفته؟ انسان ها و یا ویروس هایی که نسبت به انسان ها قدرتشان بسیار ناچیز است. مولوی صاحب بسیار گپ دانستی. اما بازم بهتر است که نصیحت‌هایت برای خود نگاه کنی. نصیحت مثل معدنی است که در آغوش خاک قرار داره. اگر استخراج نشه هیچ ارزش نداره. چقدر خوب، ما معدن زیاد داریم. نشه که معدن تو بازار ما را خراب کنه. الله. دست ما کجا میگریزی ها؟ ما برات نگفتم که هر ما پیسه رو با دست خود بریم بیار. پیسه ما رو مار بخوره پوست میته. با خاطر که پیسه ندارم. با آخرین پیسه فیزیک دانشکده رو تحویل کردم. مهارتی به فیزیک دانشکده تو. مهلتی که برای داده بودم پوره شده. باید از هر چیزی که دیدی از چشم خود دیدی. بچه ها خیلیت خوب است. چرا بین خود تقسیم کرده نتونستین؟ چرا رفیقتون آزار میتین؟ چند دقیقه پیش براتون نصیحت نکردم؟ ملا برای جنجال جور نکو فهمیدی؟ گپای تو تنها بالای مردم جاهلی منطقه تاثیر خواد کرد. باشیم بیا به یک دواخانه بریم معلب تپانسمان کنیم. این درد سرده که برای ما از کجا پیدا شد؟ مزاحم ناق. پیش اولنده خرا چی میکدی؟ من برات نگفتم همروی از اونا نگرد؟ و تو چی قرار است؟ این چی رقم گپ زدن همروی مست؟ این همی رقم کس خوش نداری گوش نکو. علی روز به روز مثل برادرت واری شده رایستی. اینطور نکو بچیم. ببین بچیم پیش ما تنها تو موندی. اگه تو رو چیزی شوه آه جان مادر این چیز نخواد شد. الهی بته علی بچه جان مادر کاش میفهمیدی که تو رو چقدر دوست دارم. از مردم که چشمم کده عزیزتر هستی. از این خاطر با تشویش هستم که تو هم مثل پدر و برادرت واری نشی. کاش که ایره میفهمیدی. این تسبیح یادگار پدرم است. یگانه چیزی که از او پیش مانده. پدرم سالا پیش ما را علاقه داره رفت. اما همیشه در محل زیاد قصاش میکنن. یک انسان خارق العاده بود، بسیار نیرومند و شجاع. هر کس از او میترسید. تمام عمر کوشش کردم مثل او باشم. چهرهش درست به یاد ندارم، اما چیزی که در خو میبینم در دستش یک خالکوبی کلان است. خالکوبی یک خنجر.
از طرف دیگه او رو نمیتونم ببخشم، چرا که ما را از مهر و محبت پدری محروم ساخت. ایرام نمیفهمم که چرا پرسان ما را نمیکنه. شاید دلیلش روزه بفهمی. وقتی انسان سرنوشت نداشته باشه چندان امیدشان باقی نمیمونه. اگه بعد از این پدرم بشناسم چی فرق میکنه؟ هیچ چیز. بیا که بیرون برایم. نه بیا در تو برو، چندان مزه من نیست. بسیار خوب، خودت میفهمی. خداحافظ. سلام علیکم. سلام علیکم. تو پدر اسماعیل هستی؟ پشتی گپ نگرد. باید برش بگوی که پدرش هستی. گفتن نمیتونم. یک بار انتظار تو را کشیده. تو میتونی نور تغییر بدی. من یک قاتل هستم که به حبس ابد محکوم میشم. کیه تو یک پدر میخواید؟ یعنی به اشتباه خود پی بردی؟ پی بردیم مگم گپ از گپ تیر است. پس اشتباه خود برش بگو. پی بردن به اشتباه یک فضیلت است. دیگه بسیار دیر است. بسیار دیر. ما اون فرصت از دست دادیم. بانش که بر ساله، هر چیز از خود یک وقت مناسب داره. علی بچه، من تو رو میپالیدم. در مسجد مولوی نو تبلیغ میکنه، بیا که یک جای بریم. من تبلیغ گوش کردن نمیتونم، من بسیار خسته هستم. علی بزو دکان بسته میکنیم، بیا با هم بریم. حضار گرامی، فرزندهای ما مثل امانت پروردگار هستند. اگر مال امانت را تصاحب کنیم و مثل ملکیت خود از اونا کار بگیریم، در این حالت فرزندهای ما به نصیحتهای ما اهمیت قائل نمیشن و ادامه اشتباهات ما خواهند شد. دیگه ای که اگر مال امانت نگهداری نشه، او شخص خاصیت امین بودن از دست میته، با یک خائن بالقوه تبدیل میشه. از او یک شخص دوگانه و بیبندوبار به وجود می آید. اگر ما به فکر اولادهای خود نباشیم و از این امانتهای خداوند به خوبی محافظت نکنیم، اونا حامل دوگانگی ها و خلاهای روحی ما خواهند شد. حالا دیگه شنگت نشان بده. معلوم کو که بچه نیستی. ما در اینجا هستیم. وقت سیف واس کدی برای ما خبر بدی. فهمیدی؟ سیف. حالا دیگه آفرین. بیاین سیف خودتان واز کنید، من واز کردن نمیتونم. احمق چی شد؟ واز کردن نمیتونی؟ کلیش پشت نیست؟ کلیش در داخل شکست. بابا چی کردی؟ اوه خدا، در گرفت. احمق کودن دکانو در بده. کمک کنه. بکنه خدا. لعنتی.
تا که ما خداوند فراموش نکنیم، خداوند ما را از جمله فراموش شده ها قرار نمیده. نصیحت های فراموش نشده به اولادهایشان همیشه اثرات مطلوب به جا میگذارد. در گرفت دکان در گرفت. از اونجا میکشنش. اینه دیدی که کشیدنش؟ من خوب هستم. صالح خان میتونیم گپ بزنیم؟ باید اظهارات شما را بگیریم. در جریان آتش سوزی علی شاگرد شما داخل بوده. از او شکایتی نداریم؟ نه خیر مأمور صاحب، من از کسی شکایت ندارم. به نظر من یه حادثه یک تصادف بوده. صالح برادر، بانین که ببرنش. یک شوکه بندی باشه هوشش در سرش میآیه. شاید از یاد سپند بگیره. بودن او در داخل ما را مشکوک میسازه. شاید او موجب بریق شده باشه. شاید هم کلی شکسته که در داخل سیفه است از او باشه. چی شده چوچکت؟ ترسیدی؟ بخی بیا اینجا. جمپرت هم بسیار مقبول است. بکش از جان تو چا؟ چی میکنی؟ اعلام کن چی میکنی؟ کی بود که بر از پشتم کش کرد؟ تو کش کردی؟ کش کردن چی؟ خود رفتی؟ خداوندو من چی کردم؟ چی تو این اشتباه را مرتکب شدم؟ من در اینجا چی میکنم؟ خواهش میکنم مرا نجات بده. خواهش میکنم. دور بخور این طرف بیا. انشالله با یک نتیجه خوب بس بیایی. زنده باشی. انشالله بخیر باشه. انشالله که برای حبس ابد نتن. انشالله. امروز جلسه نهایی محکمه نیست؟ همونطور میگن. یه آدم 7 سال میشه که میره و میایه. هنوزم کدام فیصله صادر نکرده. شاید امروز فیصله نهایی را اعلان کنن. کارش خطا است. کار کلا ما خطا است. خداوند کسی را در اینجا نندازم. آمین. دانه مادر، خداوند شما را خیر بده. صالح برادر. علی، از صالح برادر تشکر کردی؟ از اونا معذرت خواستی؟ مرا بچه‌م نگو. اگه به دلتو میبود خدا میفهمه تا چی وقت بندی بودم. اما اگه لالای میبود مرا وقت از اونجا کشیده بود. مرا بچه‌م نگو. همه قدر کافیه. علی تو نباید همراه مادرتی رقم گپ بزنی. گذشته دیگه گذشته. تو باید آینده رو متوجه باشی. یکی بریم. حالا علی کمک تا اینا رو جمع کنیم. همراهیم کمک نمی کنی؟ هرچی باشه تا در این مسئله مقصر هستی. نه خیر نیستم.
اما دیشبی رقم فکر نمیکردی. دیشب پشیمان بودی، میترسیدی. وقت تو نفر بازار میخواست جمع پرسه بگیره. اما تو اینا رو از کجا میفهمی؟ از کجا میفهمی که جمع پرمه میخواست؟ وقت انسان با واقعیت ها روبرو میشه ترس همه وجودش فرا میگیره. همون تو نیست؟ بله درست است. اما تو این از کجا فهمیدی؟ تو این گپا رو نمیفهمی. این یک نوع شیوه توقیف است. توقیفی‌ها را کالایشان نمیگیره. اصلا خواستن؟ بله خواستم. تا بسیار ترسیدی. بله بسیار زیاد. نقدر ترسیدی که بجز خداوندگه هیچ پناهگاهی بر خود نیافتی. بله شاید دیگه پایت درست باشه، اما تو حقی گفتن اینا رو به من نداری. تو خب بدرم نیستی. تو را چی غرض؟ مادرت به رحمت حق پیوسته. آیا نمیخوایی که ثواب به دست بیاره؟ میخوایم، چرا نمیخوایم؟ بیبی برادر، وقت انسان میموره دفتر اعمالش بسته میشه. بجز 3 چیز، یکی اولاد صالح، دومش آثار عام المنفعه و سومش هم تالیفاتی که دیگرها ازش استفاده میکنن. پس به خاطر مادرت کار خیر انجام بده. بیبی اینجا مردم فقیر و نادار زندگی میکنن، با اونا نیکی کو، برشان کمک انجام بده. با این کار ارواح مادرت شاد میشه. واو علی، از بندیخانه برآمدی؟ برآمدم. آفرین، بسیار خوب. تو هم استاستا پخته میشی. نه بندیخانه رو دیدی. از وقتی که پیش اون نفر کار شروع کرده بودی از تو کم ناامید شده بودم. مگه مال فکس لالای چی دی؟ خدا یارت لالا. آمدین. این جنسا رو ببرین. لالا ما دیگه یعنی ایرم دلاوره بتین. برش بگوین مطابقی رو باز روان خواد کرد. امشب یک کار نو داره که در جریان باشین. چرا چرت میزنی؟ پیسه رو بگی دیگه. ما تصمیم گرفتیم که دیگه این کار نکنیم. چی رو دیگه نمیکنیم؟ دیگه دوستی نمیکنیم. بسیار گناه داره. ما توبه کردیم. ما دیگه این کارا رو نمیکنیم. نه راسایکو دیگه دوستی نمیکنیم. خیلی چی میکنیم دیگه ها؟ لالا کار میکنیم. یک کسب یاد میگیریم. به عقل از ما کسب نیست. دوستی هم شد کسب بیادر. این خوردن حق دگاست. دو دنیا چطور جوابش خود داده؟ اول با ما حساب بتین. بازی که پای مفت خواست. هرچی میگی بگو. ما دیگه نیستیم. مولوی صاحب گفت تو هم برو یک چیزی یاد بگی. ای رسایکو حالا خسته با ما وقت یاد میته و مازی رفته که پای مولوی رو گوش کنم ها. هرچی میگی بگو. ما دیگه نیستیم. خدای مولوی رو خراب کنه. از کار و خریبی انداخته ما. سایکو حال روز ما را هتر نمیشه. دیگه حوصله ازت گذشت. خداوند خیرت بده برادر. به این خوراک و پوشاک هر کس ضرورت داشت. بسیار خوشخواد شدن. خداوند شما رو خیر بده مولوی صاحب. اصلا شما وسیله کار خیر شدین. مسبب همه چیز خداوند است. رفتیم مولوی صاحب. بچه خوب شد که آمدین. یک کاری هست که باید انجام شود. گوش کنین که براتون چی میگم. این مولوی از دانه بچه ها گپ میگیره. از کارهای ما با خبر خواهد شد. بعدش هم قبر ما رو خواهد کرد. باید ای رقم جاریش کنیم. شاید هم چیزای خوب گفته باشه. از کجا میفهمی که درباره تو از اون گپ میگیره؟ تو مرا چی فکر کردی؟ چطور نمیفهمم؟ ما پشت ورق میخوانم. دانش باید بدوزیم. حالا دیگه. حالا همونطور که براتون گفتم بود. بچه شمسای. دیگه چی از خدایا؟ اینا رو کی میتونه آورده باشه؟ نوریا بر تو ما آوردن. خداوند خیرشون بده. ای کی خواد بود؟ گپای مولوی صاحب نشنیدی؟ چیزی را که دست راست میته دست چپ باید خبر نشه. بله خداوند رو خیر بده. چی شده؟ چندان خوب به نظر نمیرسی. علی ده چی شده؟ شوهرم رفت، بچه‌م رفت. یگانه امید من علی بود. او هم حاله. ناامید نشو خواهر.
شاید علی متوجه اشتباه خود شود. اما چطور؟ با گپ‌های میچ گوش نمیکنه. با صفت بزرگ خانه نه پدر است و نه برادر. هیچ چیزی نداریم. بیبی هنوز هم عین گپا رو میزنی. تو نبودی که میگفتی مولوی صاحب راست میگه، گپایش قبولم کرده بودی، حالا چرا تو میکنی؟ پس چرا بچیم ده پیشم نیست؟ چرا رو نجات دادن نمیتونم؟ چرا؟ بگو چرا؟ محکمه فیصله نهایی را صادر کرد. با حبس ابد محکوم شدم. بیازو مستحقش بودم و انتظارش هم داشتم. اسماعیل بچه‌م دست لول خود است؟ بله، دیگه نخواد برای دیگه او را دیده نخواد تنستم. صبا مرا به زندان مرکزی انتقال میتن. امشب آخرین شب خواب بود. با بچه‌ت باید روبروی شوی. او فکر میکنه تو یک قهرمان هستی. درست قضاوت کردن نمیتونه. باید بفهمه که به این قسم زندگی مجبور نیست. راههای دیگه برای زندگی وجود داره. شاید در این مورد تنها گپ تو را قبول کنه. با او چطور روبرو شوم؟ چطور میتونم برایش بگویم که من یک قاتل هستم؟ این بسیار زشت است. یک اشتباهی وحشتناک. چطور برایش بگویم که پدر دست کرده خود خجالت میکشه و شرمنده است؟ من ایره نمیتونم. حالا خجالت بانه. به خاطر بچه‌تان برش بگوین. اگر شما رو الگو قرار میتن و این اشتباه رو مرتکب میشه. ببین من تو را گفته بودم که دیگه همراه من کار نداشته باش. اسماعیل بچه این خالکو بیره سایکو یادت آمد؟ من یک اشتباه کردم بچه. یک اشتباهی که همه چیز من نابود ساخت. همیشه در راه غلط رفتیم، اما تو نکو بچه. این اشتباهی مرا تو مرتکب نشو. شما پدرم هستین و اینا را حالا برای میگین؟ خجالت میکشیدم بچه. از چی خجالت میکشیدین؟ ما شرمساری کارایتانه بلکه ما رها کرده رفتنتان است. بدون سایه پدر کلان شدیم با قصه های شما. چرا اجازه ندادیم به شما افتخار کنیم؟ با کدام چیز ما افتخار میکنی؟ ما قاتل هستم، قاتل. شما را نمیتونستم به یه آلودگی آغشته بسازم. باید از شما دور میبودم. من هیچ وقت نخواستیم از شما دور باشم. اینه سعی کنین. ما هم در اینجا هستم مثل خودتان. با قصه های شما کلان شدیم، راه شما رو تعقیب کردیم، اشتباه و گناه شما رو ما هم تجربه کردیم. همه چیز بسیار سخت بود، بسیار سخت. اما از همه بدترش نبود پدر بود. اجازه ندادن که شما را بشناسم.
تو حتما باید اشتباهی او را برش بفهمانی. دیگه بسیار دیر شده. اما یک بچه دوگان داری. وظیفه تو سلی. من این کار کردن نمیتونم. امکان نداره، نمیتونم. چی شد؟ ترسیدی؟ اگر لالایت میبودی کارش شمپوت انجام میداد. اگه این کار انجام بدی رئیس تو خود چیدی. جای خدا به تو میتونم. یه تاز بیام از تو خود شد. بگی دخترم، کتاب دعا را که خواسته بودی. نوریه خبر شدی؟ از چی؟ محکمه در مورد شوهرت حکم نهایی را صادر کرده. اسمت گفت به حبس ابد محکوم شده. خدا صبرت بده. ندانستم اولادای ما مثل ابراهیم واری خود شدن. ناامید نشو دخترم، با دعای خود ادامه بده. خداوند با هر سختی یک گشایش احسان میکنه. بعد از یام کی تو به ما را گوش خواد کرد سال بیادر. اگر زیرا برگردیم کی باور خواد کرد؟ شاید ملائک هم ما را از کتاب چش پاک کرده باشه. ما فراموش شدیم. ببین اسماعیل، خداوند بندایش فراموش رو ترک نمیکنه. اما اگه انسان تسلیم نفس خود شود و خدا را فراموش کنه، فراموش میشه. یا ایطور یا اوطور، به هر دو صورت ما فراموش شدیم. از یاد رفتیم. بچه ایطور نگو. ما را ببی. فکر کردیم هم نگر را فراموش کردیم. خداوند ما را به هم رساند. ما دست خدا به خون آلوده کردیم. تو با مال حرام دست رازی کردیم. بی خدا ساله واره یک انسان وسیله کرد. ده ای کار حتما خیر ماست بچیم. اگر کسی بخواه هیچ کار غیر ممکن وجود نداره بچیم. پدر جان، مرا از اینجا انتقال میتن بچیم. گپای مرا از یاد نبر. اگر ما با واقعیت گپای خود دست 9 سال تو پی می بردم، حالا همه چیز دیگر رقم میشد. تو هنوز در آغاز را هستی. یک عمر طولانی را در پیش داری. بر علاوه یک مادر و برادرم داری. و فکر اونام باید باشی. اینه بگی. خب ما میرم. موفق باشی. خدا میفهمه بیادر ماده چی میکنه. همیشه برش یک مثال بد بودی. کاش که برش میتونستم بگویم که تا به حال راهی را که میرفتم چقدر غلط بوده. کاش که یک راهی برای گفتن میداشتم. حتما یک راهی پیدا خواهد شد. تو دعا کن. خداوند خودش سبب ساز است. چطور؟ آماده هستی نه؟ این کار میکنی؟ میکنم. بسیار خوب. 1 ساعت مونده. حالا دیگه خدا نشان بده. ساله بیادر، دعاهای ما بله فایده خود کرد؟ چرا نه؟ اگه قول بدی که پس میایی به خاطر دیدن علی تو را از اینجا کشیدم میتونم.
شب بخیر مولوی صاحب. شب شما هم بخیر. خداحافظ مولوی صاحب. خداحافظ شما. بیادر نکو علی. اسماعیل تو چی میکنی در اینجا؟ نه خرابات. بان که بچه کارو خودم بکنه. او مثل مواره نمیشه. کارای بد انجام نمیته. از وقتی که زندانی شدی بسیار بزدل شدی ها؟ بان که بیادرت مثل تو وارد ترسون نشه. عمران تو خودت بهتر میفهمی که ناجوانی و بزدلی رو کی کرد. ناجوان تو بودی که شیطانی مرکدی و دگیر پلیس دادی. خیلی تو رسه؟ لالای مجلسی تو زندانی شده؟ نمیمونم. چی بی اقلی سالی؟ علی بانش ده کار نباید آلوده شدی. اگر مرا یک زرام دوست داری باید پایت از این کار بکشی. پس به مکتب میری. گپ مرا فهمیدی؟ ما حالا باید برم. تو و مادر من تنها نما. بگفتی نکن. مادر آزرده نسازی. بچه‌شم لالا. حالا خنده لالا. راستون خانه میری. ستایش خداوندی را سزاست که پروردگار جهانیان است. بخشنده مهربان است. مالک روز جزاست. تنها تو را می پرستم و تنها از تو یاری می خواهم. ما را به راه راست راهنمایی فرما. راه کسانی که برایشان نعمت داده ای، نه راه کسانی که برایشان خشم گرفته ای و نه راه گمراهان و سرگشتگان. مادر جان. جان مادر، یک دانه مادر. ساله بیادر؟ او رفت. الهیش کردن. اصل مجرم گرفتار شد. خواب بودی بیدارت نکرد. و همسان کسانی نباشید که خداوند را از یاد بردند و خداوند هم خودشان را از یاد خودشان برد. سود و زیان خود را نیز نمی‌دانند. ایشان گمراه شدگانند. ای رسول من، پروردگارت تو را رها نکرده است و مورد خشم قرار نداده است. لالا جان. علی جان لالایش. بچه بچه. مادر جانم کندار مرا ببخشین. دیگه کارهای گذشته تا تکرار نمی کنی؟ نه خیر مادر، باز خود دیدین. یک اسماعیل دیگه خود شدم. یک دفعه بخیر از اینجا برایم. خداوند به بنده هایش از شارگشان هم نزدیکتر است. این سالها از دور هستند. خداوند این انسانهای خوشنیت از این تضاد نجات داد.
مانند کسانی که در دریا را میپالن و پیدا نمیتونن. یا مثل کسایی که در زیر آب نفسشان قید میشه، وقتی سر خود از آب میکشن او وقت متوجه دریا میشن. این هم یک نوع زیبایی است. کی میفهمه؟ اگه ما توبه کنیم و دوباره اشتباه کنیم، این مثل رفتن به آتش جهنم است. پس نباید اشتباه گذشته تکرار شود. بله 3 شبانه ادامه میتون. شایدم بعدش به دانشگاه شامل شوم. در اینجا وقت زیاد دارم. درس نخونم پس چی کنم؟ 6 سال و 2 ماه بعد انشالله آزاد میشم. خیلی از مکتب یک جای فارغ میشیم ها؟ انشالله بچیم انشالله.